بازی GTA 6 قرار 28 آبان ماه امسال توی 2 تا نسخه منتشر بشه. یکی معمولی یا همون استاندارد که $80 قیمتشه و اون یکی هم آلتیمیت ادیشن که $100 قیمتشه و نسخه $100 کلی آیتم و چیزای خفن داره که اصلا توی نسخه معمولی وجود نداره. مثلا این مدل موها و این لباسایی که دارید مشاهده میکنید توی نسخه معمولی اصلا وجود نداره و علاوه بر لباس و مدل موهای مخصوص کلی ماشین خاص هم داریم توی این نسخه، مثل همین فورد مستانگ کاستوم شده که مخصوص آفروده و راکستار زحمت کشیده توی این نسخه یه مرکز تیونینگ هم برامون گذاشته که میتونیم ماشین های آفرودیمون رو ببریم داخلش و روی بدنش هر مدل طرح و نقاشی که دوست داشتیم پیاده کنیم و علاوه بر این شما میتونید ماشینتون رو تقویت هم بکنید، البته توی گاراژ مخصوص، و میتونید به سلیقه خودتون تودوزی ماشینتون رو هم کاستوم بکنید و هر مدل رینگی که دوست دارید بندازید زیر ماشینتون. حالا علاوه بر این گاراژ ها راکستار یه گاراژ دیگه هم برامون گذاشته که داخل این یکی میتونیم یه سری ماشین های مخصوص نسخه آلتیمیت رو ببریم داخلش و بازسازی کنیم و ازشون استفاده کنیم. حالا از بحث ماشین که خارج بشیم، راکستار توی این نسخه یه قایق تندرو شخصی به همراه کلی سلاح و وسایل ماهیگیری و آیتمای خفن توی یکی از مناطق بازی برامون گذاشته که هر موقع خواستیم بریم و ازش استفاده کنیم و علاوه بر همه اینها توی این نسخه کلی گان مخصوص هم داریم، مثل همین دوتا هفتیر که یکیش مال جیسونه و اون یکی هم مال لوسیا و اطراف خونه جیسون هم یه موتور داریم به همراه یه قایق کوچیک که هر موقع خواستیم میتونیم از اینها هم استفاده بکنیم. توی این نسخه یه سالن تتوی خیلی خفن هم داریم که میتونیم بریم هر مدل تتویی که دوست داشتیم بزنیم روی بدن جیسون و لوسیا و البته اینم بگم که شما میتونید خانم لوسیا رو ببرید مراکز مخصوص کاشت ناخن و براش ناخن بکارید و ناخوناشو هر جور که دوست داشتید طراحی کنید و اگه شما تونستید از همه این آیتم ها بگذرید و نسخه معمولی رو انتخاب کنید، باید بهتون بگم که نسخه آلتیمیت مراحل داستانی و فرعی بیشتری نسبت به نسخه معمولی داره که واقعا از این یکی نمیشه گذشت و هنوز هم تموم نشده. اگر شما بازی GTA 6 رو پیش خرید کنید، راکستار بهتون بسته وینتیج وایس سیتی رو هدیه میده و باز هم براتون مدل مو، اسلحه و لباسهای جدید باز میشه و میتونید این ماشین کلاسیک خفن رو هم داشته باشید.